طبق نقشه چورابینی‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه جلال‌الدین بلخی در یکجایگی با کارمندان کمیسریات حربی ناحیه ستاد مدافع گردنی مشق‌های آماده‌باشی مجموعه چورابینی‌های عمومی ناحیوی مدافعی و محافظتی برگزار گردید. مقصد از برگزار کردن این چورابینی حمایت اهالی اقتصادیات در قلمرو تاجیکستان تا آغاز و هنگام سر زدن عملیات‌های جنگی روانه کرده شده است. در این چورابینی عمومی زیاد از 5000 ساکنان جمعیت شهرک و دهات ناحیه شرکت فعالانه کردند. سلام رفیقو. قوا واسطای مدافع حدودی و ذخیره‌های سفربری با اشاره قبول خطر جنگ صف راستند. کمیسر حربی ناحیه پالتوی حسن‌زاده مهمانان و رهبریت ناحیه با کارمندان تشکیلات مؤسسه‌ها و اداره کارخانه‌ها که هم از صف آراسته بودند هم صحبت گردیده از رفت آماده‌باشی آنها و مشق‌های تاکتیکی برخوردار شدند. همسالات در شهر و نواحی گذراندن چورابینی‌های مدافع گردنی اوید با آماده ساختن اهالی و قلمرو تاجیکستان برای حمایت هنگام سر زدن عملیات جنگی و بلند برداشتن استواری فعالیت ساحات گوناگون خواجگی خلق تشکیل و گذرانیده می‌شوند که قسمت زیادی اهالی در این چورابینی‌های آماده‌باشی شرکت فعالانه می‌نمایند. مهمانان از هر یک خیمه و نقلیات و لوازمات آماده‌باشی توجه کرده با ساکنان صحبت و واخریات تشکیل نمودند. اشتراکداران توانستند که این مشق‌ها را در سطح ضروری اجرا کرده از آماده بودن و صاحب دانش‌های مکمل هنگام سر زدن عملیات جنگی را نشان دادند. تأسیس دادن و در حالت آمادگی دائمی نگاه داشتن مقامات‌های اداره‌کنی، قوا و واسطه‌های مدافع گردنی، علاقه و آگاه‌کنی برای اجرای وظیفه‌ها در زمان جنگ از قسمت‌های مهم چورابینی به شمار می‌رفت. تشکیل و آماده ساختن و در حالت آمادگی دائمی نگاه داشتن قسم‌های حربی و جزء و تام‌های زودعمل قشون‌های مدافع گردنی، ساختارهای نژادی و نیروهای غیر حربی مدافع گردنی برای اجرای وظیفه‌ها عاید به حفظ اهالی اقتصادیات حدود تاجیکستان مساعدت می‌کند. در روند فعالیت قشون‌های زودعمل همه سعی و کوشش‌های مسئولین عاید به اجرای تدبیرهای حفظ اهالی، کوچانیدن ساکنان، تامین نقلیات و خوراک، آب و دیگر لوازمات محافظتی روانه کرده شده بودند و این مشق‌های تیاری در سطح خوبی آماده‌باشی نمایش داده شدند. معلوم گردید که در این مشق‌های تیاری مقصد اساسی حفظ اهالی، شخصیت انسان و حقوق آن درباره حفظ حیات، سلامتی و اموال شخصی در نظر داشته شده بود. این همه از جانب مسئولین خوب و سری وقتی تشکیل گردیده از آماده‌باشی ساکنان ناحیه گواهی میداد. یک نکته باعث ذکر است که اهالی وظیفه‌دار است که در تدبیرهای آماده‌باشی و آمادگی عاید به حفظ اهالی اشتراک کرده از این مشق‌های آموزشی گذرند. در جمع‌آمدی که به این خاطر برگزار گردید، رهبریت ناحیه و نماینده کمیسریات حربی ولایت، نماینده وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان به همه اشتراکداران و مسئولین تشکیل چنین مشق‌های آماده‌باشی اظهار سپاس کرده به اشتراکداران فعال، به رهبران یک قطار تشکیلات و مؤسسه‌ها، اداره کارخانه‌ها سپاسنامه و افتخارنامه و رتبه‌های حربی را تقدیم نمودند. همزمان خدمات و ساختارهای صدموی و نژادی تأسیس یافته با ساکنان مشق‌های تاکتیکی می‌گذرانند و آنها را از این حالت‌ها برخوردار می‌نمایند. حسن‌زاده گلیزار، دلیر شریف، نمازلی ارگش، اخبار، ناحیه جلال‌الدین بلخی.